سلام بچه ها، خوش اومدین به یه پارت دیگه از بازی مون شادوز. ببینید احتمال داره این پارت آخر باشه، احتمال هم داره پارت آخر نباشه. خلاصه که بستگی داره. ما هنوز خیلی از قسمت های بازی هست که نرفتیم، یه قسمت های مپ هست که باز نکردیم هنوز. حالا که فعلا توی خونمونیم، دور اطراف رو نگاه میکنیم. دوباره این اومد. ببینید ما هنوز خیلی از قسمت‌های مپ رو نگاه نکردیم، یعنی این خونه ما بود که توی پارت قبلی رفتیم و گرفتیمش و حالا فعلا خونه تا اینجا بمونه. بذارید میتونیم استراحت کنیم. میخوام بخوابم حاجی. بخیر. چی؟ یعنی یه کد برای خونمون بذاریم. خیلی ممنون. حالا فعلا وایسین. خونه رو باید بچینیم اول، بعد میریم بیرون چیزای دیگر بهتون نشون میدم. احتمال داره این پارت آخر این بازی باشه، احتمال داره پارت آخر نباشه، چون خیلی از قسمت‌های بازی هست که ما هنوز ندیدیم و من واقعا دلم میخواد که ببینم. اینم تخت بچه‌ها و نمیشه که همینجوری ولش کرد. بچه این میدونی چیه؟ این از این میزاست. صاف است. این از این میزاست بچه ها. داشت یه بار بچرخ دیگه. خب این از این. اوکی این از این. خواستم یه کپی ازش بگیرم. با یه دونه بازش میکنیم. پلیس دوباره. سلام خوش اومدین بفهم. کجه. اوکی. بابا یه کوچولو بچرخ هر. آها. حاجی ناموسن. بابا دان. اوکی ببین ما چون از این جا نداریم، از این دیوار بخوام بذارم نداریم. شاید هم داره من نمیبینم. یه دیگه میذارم که قشنگ تکمیل شه. درسته؟ که این از این. یعنی نمیدونم شاید هم دیوار داشته باشه. کوچولو هم داشت. چه میز خوبیه. سلام عزیزم گم شو. ببین اوه چون بزرگ است بزرگ. باید اینو بزنم درست هست این شکلی. یس این که میزنیم اونجا باز شه و اینا یه دونه نمچیشی بیلد باید بدیم. این همون علامت چیز داشت، علامت بزنم تخت جور دیگه ای نداریم. این تخت اولمونه. اینو بذاریم یا 3 تا مدل داره بچه. این میخواد ساده باشه ولی این رنگش رو دوست ندارم. اینا هم دوست. این مثلا قشنگ. راست سرش کدوموریه. ای ندارم اونقدر. چند تا دارم؟ پلیس
میتونین چیزا یه متر از زمین فاصله داره. خب صندلی میخواستم بذارم. این به نظرم بهتره. ای برو اونور دیگه. میخوام 2 تا بذارم. خیلی خوبه. اوکی. یه دقیقا همراستا با این صندلی چیزا میشه بذار. چرا اینو ندارم؟ باش. ما اول وسیله‌هاشو ببینیم بعد شروع کنیم به گذاشتن. حس می‌کنم بابا یه دونه برو. خب خوبه. بذار دیگه فقط برام پلیس یه دیگه میذاریم همون اندازه. ولی این برش اینم که آخرین اندازشه. قشنگ یه میز درست کردم مثلا. مبل میتونی از این مبلا میشه گذاشت. درست. اوکی. ای من آرام هستم. آرام هستم. یه دونه میخواد. اینو بریم وسط تر. خب دیگه چی هست؟ تخت باز کن. فعلا کنسلش کن. خب اینو حذف کنم. اینجا رو باید خیلی چیزاشو سریع کنم ولی خب اینو توی چیز انجام میدم. وای وای آخریه رو برای اون دادم. چه فرشه خوبی. خدای این برای اون وسط خوبه. آها همینو میخوایم ما. همینو. اون طرفو نگاه کنید حالا این طرفو نگاه کنید. خاصم پنجره داره. او پنجره‌های خوبه. به اصلا من اوه این خوبه. ببینم بالای در اون کوچولوه فکر کنم جا میشه. ببین اینجا میشه برای این 2 تا گوش. او مای گاد جیزس کرایست. اوکی اینو نگاه. نه این 2 تا برای این گوش خوبه. این برای بالا. کنجای در نگاه. 2 تا خالی. کوچیکش هم داره. کوچیک در خونه گایز. نه این دیوار داره. اون وقت من اینجا وایسادم چی گذاشتم؟ میز. خب همون اول باید دیوار رو
نمیدونم اون مزخرفات رو بذاری دیگه. اول واسه من تخت و مخت و اینا گذاشته، من کارم تموم شده، اومده بر من دیوار آورده. بچه‌ها دیوار، نگاه کنید دیوار. اوکی آروم آروم آروم. حمول لالو آروم. بابا آروم برو. این یعنی چی؟ نمیشه. ای وای. بذار ببینم. ستون خونه. بچه ها ما میتونیم خونه رو ستون بزنیم. بچه ها بابا یه دونه برو، تو رو جان هر خری که دوست داری یه دونه برو. اینجا خیلی طول میکشه. تا الان ویدیو شده 17 دقیقه. بذار ببینم یه راستا هست. یس. این دیگه چیزشو تغییر نمیدیم. یس. در اتاق یه دونه بیلد میخواد که ما نداریم. زندانه مگه آجی؟ چیه؟ او ستون کوچولوتر چیز در بود. جیزس. اوکی اینا رو بلش کن. اینا همه یه چیزی میخوان. اوه چیزه بچه ها. پرده. فقط اینجوری باشیم. آجی این الان پاراپوراه. بگرد این ورش. این ورش چیزی نداره کلا، یعنی فقط از این ور بس میشه. پلیس دوباره یکی دیگه. عجب چیز. خدای عجب چیزی شد. جیزس کرایست. واجی ناموسن عجب چیزایی داره. چقدر قوبکس. حالا ما این ورم باید دیوار بذاریم. این چیه؟ او مشعل. بچه اینو نگاه. یس. یه ذره فقط. خب بریم عقب. دیگه چی داریم؟ چیه؟ برو 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 بریم جلو. اینو نباید بزنم بره. وای بیا این بر. ای یه دونه چیز میخواد بابا چی ناموسن. عجب. این چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بوشکه بچه ها بوشه. خب بیا این ور. خب تو میری اون ته. اوکی تو میری اون ته. تو میای اینجا. اوکی یعنی روی این.
دان. طرفم نیاز به دیوار داره. ما باید چیه این؟ نمیدونم چیه. هر چی که هست. اوه تابوت ما بود. چی بود؟ خلاصه من برای چی باید یه دونه گاری بردارم بذارم توی خونم؟ جیزس. یه روز شما رو عجب چیزی. اینا خوبه برای دکور. لم داده و داره به شکر بکنم. خواب یکم مرده اینا. دستاشو بس. مگه میخوام تونل وحشت درست کنم این همه مدل چیز گذاشتی برام اسکلت. یس. برو اصلا مهم نیست این چیه. برو بذارش تو اتاق بذارم. اتاق بذارم یعنی معلومه این یه چیز خیلی 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 چیزیه که باید توی اتاق باشه عزیزان. بیس. جیزس. من باید حتما اینو بگیرم. این صندوق رو یه نمیخواد. از کجا بگیرم انشالله؟ بله. چیه این؟ چی هست؟ چون برم وسیله هامو از اون صندوقه بردارم و بیارم بذارم تو خونه خودم. نمیشه که. 100% یکی از این مجسمه ها برای داخل خونم نیازه. شومینه اون بر توی اون چیز. بچه ما 100% با این همه جزئیاتی که داره نگاه کنین. کیسه کج، کیسه صاف. با این همه جزئیاتی که داره، تارنکبوت هم داره نگاه. بیا پایین. با این همه جزئیاتی که داره من 100% باید چیز کنم. همه جزئیات من 100% باید چند تا پارت دیگه هم ازش بگیرم. هم مپ هنوز کامل مرغ تو خونه. هم مپ هنوز کامل نشده. همین که یه رسیم تش ببندیمش. بچه ها این برم دیوار باید بزنم. نه ببون والز. آه دان. اوکی یه دونه دیگه رو برمیدارم. پیس مهم نیست اونجا شاید. خب اینم از این. یعنی اتاق ما کلا شد یه اتاق خصوصی و کسی نمیتونه توش. آره خب save and exit from editor. save. اون روزم باید سیو میکردیم. چون نمیگیره. این همیشه میاد اصلا من. خب چقدر عالی شده. حالا این ور خونه مونده که شومینه و مبل و پبل و اینجور چیزا کلی وسیله داره که میتونیم بذاریم بچه‌ها. اینا چیه؟ مهم نیست. فکر کنم بر بیرون خونه نمیشه چون آخه کلی چیز میز داشت. دید کلی اصلا پشت نگاه. اوه یس. برو بردار. پشت خونمون یه در اونجاست. صدای بازی براتون میاد؟ بریم بازم از این چیزا پیدا کنیم. اوکی.
مثلا یه دونه میخوایم برای چیز، کجا باز شدم. ما الان اینجاییم، اونجایی که رفت بودیم و قرمز بود اون کله چیزه بود. این خونمون رو پر میکنه بچه ها. اینجا هم از اینا داریم. آها ببینید اینجا الان یه لحظه. اوکی اوکی بذار یه لحظه. اینم یه دونه میخواد. تو برو اینجا. نه یا ابوالفضل چه خبر است؟ برو 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 برو. اوکی اینجا بمون. یکی دیگه ازش میبرم. اوکی یس یه دونه میگیریم. نه پلیس نکن دیگه همار. یه اینجا بذارم یا اونور بذارم. یس چرا بردش اینجا؟ اوکی دان. یکی دیگه. دیگه چیا رو دوست داشتم بذارم؟
یس. زارا بازش کنم. یس. سیو میکنیم. بخواب دیگه همان. خب بچه ها این ویدیو رو ما باید یه ذره کات کنیم که بتونیم بریم جای دیگه هم بگردیم. مثلا 38 دقیقه شده. من میتونم اینجا رو خیلی سریع چیزش کنم. خب الان صندوق داریم، وسیله داریم. بریم اینجا. من وسیله های دیگه هم بردارم بیارم بذارم تو صندوق. سلام داشتیم ماموریت های این انجام دادیم. هنوز نه. باش ترید کنیم. چی داریم برای فروش؟ تخم مرغ میخواد. برای هر تخم مرغ یه دونه گلد میگیره. نه 20 تا میده. تخم مرغ بفروش بهش. بریم اینجا ببینیم دیگه چی داریم بفروشیم. یه شاخه داریم. تو خریدار نیستی نه؟ نظرم که چیزی نمیخری از من. اینو بخر. اینم بخر. خدا نگهدار. این دوتا هم بردار. و خدا حافظ شما. و خونه ما اونوره. بریم داخل. خونه‌مون از بیرون خیلی کوچولوه، میری داخلش خیلی بزرگه. میدونی مثل خونه چی مونه تو هری پاتر بود. قسمت چندم بود؟ واسه هری پاتر و سنگ جادو، هری پاتر و تالار اسرار، هری پاتر و فکر کنم جام آتش. آره هری پاتر و جام آتش. خب اوکی. من در همه حالت چی؟ The name of your house. اسم خونه بچه‌ها. اسم خونه چی باشه؟ اسم اینا هاشم و سجاده. اسم اینو چی بذاریم؟ وایسا این بیاد این وقت من ببینم چی دارم می‌نویسم. انجایی که خیلی علاقه به بازی اسکایریم دارم می‌نویسم اسکایریم. تایید. سیو. خونه ما تغییر کرد به اسم اسکایریم. چیه؟ این نمیشه که باز کرد. آجی اینو باز کن. داداش. ستون. خب. خون دارم. اینجا جایی بود که ما اومدیم بیرون. خونمون اونور بود. ولی نرفته بودم اونور. این جیده. دو تا صندوق. وای 2 تا صندوق این پشته و ما نمیتونیم بازشون کنیم بچه ها. واو. شبیه بلوبری بوده. تخم‌مرغ به ما بده. ما ببریم تخم‌مرغ رو بفروشیم. اینا رو باز کردیم ما. این الان باز شده. اینجا دیواریه ولی نمیشه ازش رفت. عبور کرد. بذار ببینم اینا رو تو هم باز کردم. آره. یس اینجا بود. چی هستی؟ این خونده.
سری پیش نمیدونم این چیه، هرچی که هست جالبی باید باشه. اونجا کلی مرغه که میشه تخمشون رو برداشت. اسیسای گل عزیزای دلم، این تخمش فرق میکنه، شاید رنگش فرق میکنه، تخمش هم اینا رو برداشتم. بچه من میخوام برم اینجا، اینو یه بار دیگه بزنم من چیه اینو من نشیده بودم سری. نقشه اینجا بچه. خب ما سری پیش این ورا رفتیم، اون جایی بود مرغ توی قفسه. آره مرغ توی قفس، خیلی هم مرگی نشه. خب من میخوام برم اینجا، اونا اونجاست. یه دونه چقدر قوی هن اینا. اجازه بده دیگه جون ندارم. یعنی آخرین جونمونو برای کی خرج کنم؟ چه این شکلیه؟ آخرین جون اومدم برای این بذارم، چون جونو بردم برای اون خونه اینا داره کم تو خون بخور. اینجا یه سری چیزه، 1 2 3 4 رمزه چی بود؟ بودو اینو درست دادم. آره اونو درست دادم. 1 2 3 این چیه؟ یعنی یه بار دیگه تمام شد. با اینو من باز کنم خیلی خوبه. خوشموز یه روز دیگه میایم اینجا، اینا رو این مزخرفا رو میکشیم و این دست و پشت تو زمین رفته فرو. یه روز دیگه میریم اونا رو میکشیم و باز کردم. خود دیگه الان چیز باید از کجا بگیرم؟ حمال این درخته خیلی چیزه، میشه از شاخ برگش استفاده کرد.
اینو نمیشه باز کرد. اما در اون باید بیاد تو بازش کنه. مثل این دیسکاردم اینم که باز نمیشه. روی اینم تستش کردیم. خب بچه ها فعلا تا دیدار دیگر بدرود.